سفیر امریکا در تاجیکستان جو مارک پامیرشایم روز دوم مای در یک نشست خبری بخشیده به 30 سالگی استقرار روابط دیپلماتی امریکا و تاجیکستان خبر داد که امریکا به تاجیکستان برای نظارت مرزهایش به مبلغ 20 میلیون دلار هواپیماهای بی سرنشین یا درون نوع پوما میدهد. پامیرشایم گفت این درون ها بخشی از 60 میلیون دلار کمک است که امریکا برای ساحه امنیت تاجیکستان در 2 سال آینده وعده داده است. قرار است هواپیماهای بی سرنشین پوما اساساً برای حفظ مرز تاجیکستان با افغانستان استفاده شود. تاجیکستان با افغانستان 1425 کیلومتر مرز مستقیم دارد که قد دریای پنج طول کشیده است. جان مارک پامیرشایم در این نشست خبریش همزمان صد و صداها درباره احتمال تأسیس پایگاه حربی امریکا در قلمرو تاجیکستان را رد کرد و گفت امریکا تنها روی تقویت اقتدار نیروهای امنیتی تاجیکستان در امر حفاظت مرز با افغانستان تمرکز میکند و به این خاطر به این کشور درونهای پوما و تسلیحات دیگر میدهد. این در حالی است که در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا از افغانستان در سال 2021 در رسانه‌ها گزارش‌های نشر شده بود که واشنگتن تلاش دارد در کشورهای همسایه افغانستان با مقصد رسیدگی سریع به تحولات آن کشور تعدادی از نیروها و تسلیحات و هواپیماهای خود را جابجا کند، ولی آن وقت هم گفته میشد که امریکا نتوانسته است روزگی یگان کشور آسیای مرکزی را در این بابت به دست بیاورد. کشورهای منطقه از جانب مسکو قلمرو تحت نفوذ آن شمرده میشوند و وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف اخیراً هم کوشش امریکا برای تأسیس پایگاه حربیش در این منطقه را عبور خط سرخ نامید و گفت مسکو چنین کاری را به هیچ صورت تحمل نخواهد کرد. سفارت امریکا میگوید از سال 1992 تا این جانب ایالات متحده به تاجیکستان برای تامین امنیت به مبلغ بیش از 330 میلیون دلار کمک رسانیده است. جمع عمومی یاریهای امریکا به تاجیکستان در 30 سال بیش از 1.8 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.